سلام دوستای عزیز. یک سری دیشب به من زنگ زده بودن از دوستان در مورد نوزما سوال میکردن که اطراف شمال، دوستانی که شمال هستن، برای نوزما. ببینید دوستان، نوزما یک نوع بیماری انگلیه که از بدن زنبور تغذیه میکنه. به تنهایی نمیتونه نوزما غالب بشه به کندو و کندو رو از بین ببره. نوزما زمانی غالب میشه به کندو که کنه امان کندو رو بریده باشه، نوزما هم بیاد، اینا دوتایی با هم دست به دست بدن، حسابی چیه؟ پدر کندو رو میتونن در بیارن. نوزما به تنهایی قابل درمانه. اگر کندو به کنا باشه نوزما هم بیاد، شما یه موقع میبینی که یک کندو 10 قابت میاد رو 2 قاب میخوابه. باید اینو در نظر گرفته باشی. باید پیشگیری کنیم، باید کنه پیشگیری بشه، باید کنه تو هر مرحله‌ای که هستین شما درمان کنید. حداقل پودپاشی، خب شکر، پروبیوتیک و پودر شکر، پروبیوتیک و نوزگو 3 مرحله انجام بدین. 3 مرحله بهار، 3 مرحله زمستان، پاییز انجام بدین. بذارین چیه؟ پیشگیری کنین. پیشگیری بهتر از درمانه. حتما پیشگیری کنین، چون وقتی کنه غالب بشه، نوزما هم بیاد دست به دست بدن، دیگه امان کندو رو میبرن، بعد اون کندو رو جمعش کنین. یعنی باید قید کندو رو بزنین.